قرار امروز با هم دیگه یه تکنیک باحال رو یاد بگیریم. اسم این تکنیک دابل اکسپوژر هستش و من قراره که چند تا تصویر رو با این تصویر اصلی خودم ترکیب بکنم و به یک تصویر جالب برسم. نمونه هاش رو از قبل ببینیم. چند تا از نمونه های دابل اکسپوژر رو اینجا من بهتون نشون میدم. نمونه های مختلف از ترکیب چند تا عکس. زمانی که دابل اکسپوژره یعنی اینکه شما دو تا عکس رو با هم دیگه ترکیب میکنید و در تکنیک مولتی اکسپوژر بیش از دو عکس رو میتونید با هم دیگه ترکیب بکنید. بریم یاد بگیریم با هم دیگه ببینیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. من متریالی که مورد نیازم هستش برای این ترکیب کردن با این تصویر رو برای خودم انتخاب کردم و از قبل توی پوشه نگهداری میکنم. اولین کار ما اینه که بیایم سوژه‌مون رو از بک‌گراند جدا بکنیم. هر جوری که راحت هستید سوژه رو از بک‌گراند جدا بکنید. روش‌های مختلفی براش وجود داره. من اینجا چون یک زمینه تک رنگ دارم میام با استفاده از ابزار ماجیک بند این زمینه رو انتخاب میکنم و الان کنترل شیفت آی رو میزنم تا انتخاب معکوس و سابجکت من انتخاب بشه. بعد از این میتونم کنترل جی رو بزنم تا این بدون بک‌گراند بره در لایه بالاتری قرار بگیره و دیگه من کاری به لایه بک‌گراند فعلا ندارم و میتونم از این لایه استفاده بکنم. منتها چون من میخوام از مولتی اکسپوژر استفاده کنم و توی این قسمت کلاه این خانم هم یک بخشی رو یه تصویر رو جا بدم، میام همین الان برای لایه کلاه هم این کار رو انجام میدم. یعنی با استفاده از این دفعه ابزار کویک سلکشن میام انتخاب میکنم این بخش های کلاه رو به این شکل. کلاه رو انتخاب میکنم و جاهایی که نمیخوام توی انتخاب من قرار بگیره یا کم و زیادی وجود داره میتونم با گرفتن کلید آلت این بخش ها رو ازش کم بکنم. مثلا من این قسمت های کار رو ازش کم میکنم. دوباره آلت رو نگه میدارم. این قسمت باید اضافه بشه به کار ولی این سایه ها رو دیگه نیاز نداریم. در نتیجه این قسمت ها رو از انتخابم کم میکنم. خب این قسمت رو هم اضافه و این قسمت رو هم کم میکنیم به این شکل. حالا محدوده‌ای که مونده رو من با استفاده از ابزاری مثل لسو تول در حالتی که در حالت سابترکت قرار داره این بخش ها رو هم از انتخاب های خودم به صورت کامل کم میکنم. و یه تیکه این بالا هم مونده که اون هم با استفاده از این ابزار کویک سلکشن به انتخاب های خودم اضافه میکنم. پس حواستون باشه با هر ابزاری که انتخاب میکنید انتخاب های دقیق داشته باشید. خب به این شکل ما این محدوده رو انتخاب کردیم. باید حواسم به همین قسمت های کار باشه که انتخاب بشه. مثلا این قسمت ها رو نگاه کنید. خب الان که جداسازی رو انجام دادم میتونم کنترل جی رو بزنم و این تصویر کلاه هم بره توی لایه بالاتر قرار بگیره. خب به این شکل من این جداسازی ها رو انجام دادم و دیگه نیازی به این لایه در واقع اصلی ندارم. این لایه هم بالا و چشمش رو فعلا میبندیم. فعلا میایم سراغ خود لایه اصلی کاری. من یه تصویری رو دارم که میخوام با توجه به این در واقع در دل این تصویر خانمی که انتخاب کردم قرارش بدم. این تصویر رو شما میتونید در این قسمت فایل پلیس امبدد کنید و همینجا بازش بکنید یا مثل من اوپن بزنید و از این قسمت کلیک و درگ و وارد این سندش بکنید. خب من اینو اینجا میذارم، یک کنترل تی و اندازه تصویرم رو بزرگ میکنم. بزرگ باشه در حدی که در واقع بتونه کل این محدوده رو برای من بگیره به این شکل. من اینجوری بزرگش میکنم، جابجاش میکنم، جایی که دوست دارم قرار بگیره رو در تصویر ایجاد میکنم. و حالا من میتونم این رو اوپاسیتیش رو کم بکنم که ببینم تصویر من دقیقاً در کدوم قسمت قرار داره. منتها من این لایه رو میخوام به عنوان بک‌گراند نگه دارم و یک کپی ازش تهیه بکنم. یک کنترل جی میزنم، یک کپی تهیه میشه. این لایه‌ای که میخوام به عنوان بک‌گراند استفاده بشه رو فعلا توی زیری ترین لایه قرارش میدم و چشمش رو میبندم. حالا سراغ اون لایه کپی میام، اوپاسیتی رو زیاد میکنم. یک کنترل تی، یه مقداری کوچیک‌تر چون میخوام توی بدن خانم قرارش بدم. اوپاسیتی رو هم کم میکنم و جایی که مورد نیازم هستش رو تنظیم میکنم و قرار میدم. مثلا من میخوام به این شکل قرار بگیره توی بدن این خانم، به این صورت قرار بگیره و این قسمت ها رو نمیخوام. وقتی که از جای کار مطمئن شدم و دقیقاً همونی بود که میخواستم،
اپاسیتی تصویرم رو برمیگردونم و الان با گرفتن کلید آلت در این قسمت با فشردن کلید آلت زمانی که یک فلش مشکی رو به پایین ظاهر شد کلیک میکنم روی این قسمت و این لایه اصطلاحاً ماسک میشه. روش دیگه‌ای که وجود داره، شما میتونید در این قسمت راست کلیک کنید و یک کلیپینگ ماسک رو بزنید. از هر دو روش امکان پذیر هستش. و حالا من میتونم اینجا یک ماسک معکوس برای این لایه خودم ایجاد بکنم. کلید آلت رو نگه میدارم و روی قسمت ماسک کلیک میکنم و الان من میتونم با استفاده از براش اپاسیتی 100% یک براش نرم رو برمیدارم که در واقع حاشیه های هاردی نداشته باشه. هاردنس رو هم روی 0 قرارش میدم. اینجا با استفاده از رنگ معکوس این لایه، اینجا مشکیه یعنی رنگ سفید رو باید انتخاب بکنم. با استفاده از رنگ سفید و اپاسیتی 100%، البته اپاسیتیش دست شما هستش، میتونید کمتر هم در نظر بگیرید بسته به اینکه میخواید چقدر در دل این خانم این قسمت ها ظاهر بشه. من برای این قسمت ها ببینید کلیک میکنم در اینجاها و تا اونجایی که بخوام این تصویر رو در دل این قسمت قرارش میدم به این شکل و دقیقاً در قسمت بدنش قرار میگیره. حالا مثلا شما میخواید این قسمت ها یک مقداری از در واقع قسمت بدن خودش رو داشته باشید، کافیه که رنگ ماسک رو جابجا کنید، اپاسیتی همون 77 یا یه ذره کمتر یا بیشتر و الان برگردید و این قسمت ها رو کمی روشن‌تر بکنید که من ترجیح میدم کنترل آلت زد رو بزنم، چندین مرحله برگردم عقب، با اپاسیتی خیلی پایین‌تر از اون چیزی که بود این قسمت ها رو برگردونم که اون حالت تیزی کار از بین بره. به این شکل من روی تصویرم کار کردم و از نتیجه الان تقریبا رضایت دارم. حالا میخوام در قسمت کلاه این خانم هم همون کار رو انجام بدم. تصویر کلاه رو باز میکنم و لایش رو انتخاب میکنم. تصویری که مورد نظرم هست رو من این تصویر رو انتخاب کردم، میارمش با کلیک و درگ توی این قسمت قرارش میدم. کافیه شما اپاسیتی لایه‌تون رو کم بکنید و دقیقاً اون جایی که مد نظرتون هست لایه رو قرارش بدید. یه ذره اپاسیتی بیشتر، مثلا من این قسمت‌های ابر رو میخوام توی این قسمت داشته باشم یا حتی این قسمت‌هایی که حالت پرنده هایی که دارن پرواز میکنن رو میخوام توی این قسمت ها داشته باشم. میتونم توی کلاهش داشته باشم یا اینکه از همینجا به سمت بیرون که حرکت میکنن اینها رو توی تصویر خودم قرارشون بدم. پس تصمیمم رو میگیرم که میخوام چیکار بکنم. به این شکل یه دونه لایه هم احتیاطاً ازش کپی تهیه میکنم و چشمش رو میبندم که اگر خواستم اینها رو هم توی تصویر داشته باشم بتونم بعداً ماسکش کنم و به تصویرم اضافه کنم. اپاسیتی لایه اصلی رو برمیگردونم و مجددا کلیپینگ ماسک میکنم. کلید آلت رو نگه میدارم زمانی که فلش فعال شد به این شکل و این در دل کار من قرار میگیره. همین الانم شما قابلیت جابجا کردن این لایه رو خواهید داشت و میتونید این لایه رو در هر جایی که دوست داشتید قرارش بدید. من اینجا قرارش میدم و مجددا یک ماسک معکوس براش ایجاد میکنم. آلت رو نگه میدارم روی این لایه کلیک میکنم و الان با استفاده از براش سفید رنگ با اپاسیتی کم سعی میکنم بخش هایی از تصویر رو در واقع اضافه بکنم به کار خودم. ببینید به این شکل من این بخش از تصویر رو اضافه کردم. حالا اگر میبینید خیلی روشن هست یا این لبه های حالت تیزی داره، سایز سرقلم رو میتونید از اینجا کوچیک‌تر در نظر بگیرید یا با استفاده از کروشه باز و کروشه بسته روی صفحه کلیدتون سایز رو کم و زیاد کنید، رنگ رو برگردونید و در قسمت لبه ها یک کمی انتخابتون رو بهتر کنید و اون تصویر رو برگردونید. مثلا من میتونم با اپاسیتی خیلی کمتر توی این قسمت های لبه ها بیام و این بلندسازی یا ترکیبی که اینجا اتفاق افتاده رو بهتر در نظر بگیرم و یه جاهایی حتی اگر نیاز برگرده به این شکل با براش سفید رنگ میتونم این کار رو انجامش بدم. اپاسیتی رو میبرم بالا. ببینید در این قسمت ها من در واقع با اپاسیتی اپاسیتی بیشتری کار میکنم که اینجاها خیلی بهتر توی کار دیده بشه و برای لبه ها میتونم با اپاسیتی کمتر این قسمت ها رو برای خودم برگردونم و البته میگم سرقلمتون رو تنظیم بکنید و
بر اساس سرقلمتون، مثلا اون جاهایی که میخواید یک مقداری اینها برگرده میتونید از این استفاده کنید. و توی کارتون دیگه شما میتونید حتی از مودهای مختلف هم استفاده کنید. مثلا من مود آبرلی رو اینجا قرار بدم، شما می‌بینید که تاثیر میذاره روی این کار، یا سافت لایتش بکنم. اینها دیگه بستگی به شما داره که میخواید از چه مودی استفاده کنید. مثلا از مولتیپلای یا در واقع تم دارک استفاده بکنم، یا اینکه اسکرین یا روشنایی ها رو بدم. من از حالت مولتیپلای برای این قسمت استفاده میکنم. کلید اینتر رو میزنم که تثبیت بشه. برای این قسمت بدن هم میتونم از مودهای مختلف، از جمله مثلا همین مولتیپلای تست بکنم ببینم نتیجه به چه صورت هست. پس شما میتونید انتخاب‌های مختلفی داشته باشید توی این قسمت و ببینید کدوم یکی مناسب کارتون هست و از اون میتونید استفاده بکنید. مثلا این هم مود اسکرینه که در واقع از تم روشنایی ها استفاده میکنه و این هم از مولتیپلای. به این شکل من میتونم در واقع کارم رو انجام بدم. حالا بریم سراغ اون بک‌گراندی که برای خودمون در نظر گرفته بودیم. این بک‌گراند رو من میتونم یک مقداری اوپاسیتی رو بیشتر بکنم برای که حالت شطرنجی از بین بره. زیر این لایه، زیر لایه‌ای که برای بک‌گراندم هست کلیک میکنم و یه دونه لایه جدید میسازم و این لایه رو از رنگ سفید پر میکنم با استفاده از سطل رنگ که در واقع این محدوده رو بتونم به راحتی ببینم. من چشم این لایه ها رو میبندم. لایه بک‌گراند من اینجا رنگ سفید رو میپاشم توی این قسمته و الان چشم لایه ها رو باز میکنم و شما میتونید ببینید ترکیب این دو تا تصویر رو با هم دیگه. کماکان شما میتونید تغییرات بیشتری رو روی این کار بدید. مثلا من میتونم اینجا بیام توی این قسمت اوپاسیتی رو اولا برمیگردونم روی حالت 100%. میتونم روی نور و رنگ این عکس زمین زیری با استفاده از adjustment های مثل کالر بالانس و هیو سچوریشن کار بکنم. من کالر بالانس هم رو باز میکنم و از بخش پراپرتیز مثلا یک مقداری میخوام تم رو به همون حالت آبی بیشتر توی زمینه برگردونم به این شکل و بعد از هیو سچوریشن استفاده میکنم و یک مقداری این رنگ ها رو در واقع میام بالانسشون میکنم و حالا میتونم خود اوپاسیتی تصویر رو هم کمی کم کنم که به این شکل در واقع سوژه من از بک‌گراندم یک مقداری جدا باشه. الان در این مرحله شما میتونید بیاید از متن استفاده کنید. من اینجا یک متنی رو برای خودم می‌نویسم، مثلا بلو جاسمین. عنوان یک فیلمی بود که قبلا من دیده بودم، حالا از این استفاده میکنم. شما به راحتی میتونید توی این متنتون هم از همین جلوه استفاده بکنید. میتونید استایل های مختلفی به متنتون بدید و از اینها استفاده کنید. مثلا من اگر بخوام خود این تصویری که استفاده کردم برای این خانم رو بیارم در دل این متن هم قرار بدم، به راحتی امکان پذیره. میتونم بیام لایه هایی که مربوط به این خانم میشه به جز بک‌گراند رو، اینها رو تماما با همدیگه انتخاب میکنم. یه دونه کنترل جی میزنم که ازش بتونم کپی تهیه بکنم، یا اینکه کنترل شیفت آلت ای رو میزنم که اینها یکی بشه بره توی لایه بالاتر. حالا این رو میارمش در این قسمت قرار میدم. البته این رو هم در نظر داشته باشیم که زمانی که کنترل شیفت آلت ای رو میخواید بزنید، این لایه در واقع متن رو خودش رو چشمش رو میبندم. یک بار دیگه تمام اون لایه هایی که مربوط به کلاه و اون خانم میشه کنترل شیفت آلت ای میزنیم و بذارید من این لایه ها رو هم خاموش کنم که توی کارمون ایجاد مشکل نکنه و این رو به عنوان یک تک لایه میسازیمش و بالای سر این لایه قرار میدیم. حالا که این اتفاق افتاد میتونم الان چشم سایر لایه ها رو باز کنم که ببینمشون توی کارم و الان که این اتفاق افتاده من میتونم این لایه رو هم ماسکش کنم. قبلش من یه دونه کپی از خود این متن میگیرم بالاش قرار میدم که اگر بخوام توی این قسمت افکتی چیزی اضافه کنم این متن اصلیه رو داشته باشم. کلید آلت رو نگه میدارم و این رو در دل این قسمت قرار میدم. یه دونه اسرود هم به کارم میدم، البته با ضخامت خیلی کمتر
که کارم دیده بشه. من استروک ضخامت 2 رو بهش دادم. نگاه کنید این زمانی که استروک نداره به این شکله و شما نمیتونید ببینیدش. من با دادن یه استایل استروک تونستم این قسمت رو ببینم. حالا شما میتونید مثلا مود این لایه رو هم تغییر بدید، رو حالت فرزن مولتیپلای بذارید یا حالت دارکن بذارید، یک مقداری از اون زمینه اصلی در واقع تیره تر بشه. و میتونید سایر افکت ها رو هم بهش اضافه بکنید. الان من توی این قسمت اگر قرار بگیرم میام خود این لایه رو، چون میبینید که این قسمت ها سفید هست یعنی اینکه تصویر درش قرار نگرفته، میتونید که کنترل تی بزنید و با آلت و شیفت این تصویر رو بزرگتر بکنید تا تماما در دل تصویر شما قرار بگیره و من میتونم اینا رو جابجا بکنم. به این راحتی میشه اینها رو جابجا کرد و هر جایی از تصویر که مد نظرتون بود رو در واقع بیاید قرار بدید. حالا ما میتونیم بیایم به این چیزی که ایجاد کردیم، متنی که ایجاد کردیم، مجددا وارد استایل ها بشیم با دابل کلیک روی قسمت خالی لایه. مثلا یک سایه هم به کارمون نسبت بدیم و به این شکل درش بیاریم، یا اینکه میتونیم برجستگی براش ایجاد کنیم یا هر جلوه‌ای که دوست داشتیم. من این کار رو انجام دادم و حتی میتونم بیام برگردم تو این قسمت یک مقداری اوپاسیتی لایه در واقع بک‌گراندم رو هم بیشتر بکنم یا اینکه تنظیم کنم به این شکل قرار بگیره. به همین سادگی شما میتونید یک پوستر رو با استفاده از این تکنیک انجام بدید. امیدوارم که از این تکنیک لذت برده باشید، انجامش بدید و حتما سابسکرایب کنید و ما رو دنبال کنید برای دیدن آموزش های بیشتر و یاد گرفتن تکنیک های بیشتر.